8 نفر هستیم که تمام شهر 6 تا اشتکای ما 2 تا خودم 8 نفر از غریبی بیچارگی آدم شهیدی چیزی در خانه خرچ خوراک نبود زغال نبود اشتکاکاش های نارام گوش نبود گفتم بیا میرم توکل به خدا که برف آمد اونجا میگردم اگر چیزی کمک شد که یک چیزی یک مسلمان یک تا یک نان گرفت بام طفلا میبرم بخورم خیلی چطور کنیم صندلی نداریم چیزی نیست جنده میسازانیم در پیششان که کاغذ میبریم گرم میکنم هیچ چیزی نیست ما 6 صبح برآمدم دانمیال گفتم خدا مسلمان به سر وقت ما رسید گفتمش گریان کردم گفتم یک روز جاری میکنیم اگر چند تا پیدا شد یک کمک شد خیستیم آمدیم یعنی خدا محمد رسول الله به سر وقت کل ما شما برسیم بیچاره بیام اگر گفتمش بریم دیگه اشتکاکا کلش در خانه هستن آدم شهید احتیاج هستیم شهر بچه عملیاتی از کارگر ندارم بدیکدار ندارم یک بچه که مسخورد است میره پلاستیک مفروشه در پلاستیکشم کسی نمیخره میخیزه پس خانه میه دیگه انما تو هر روز تا نرم پیشه که نانبایی 1-4 تا نان جمع نکنم اشتکاکا چیزی ندارم بخورم نه چیزی دیگه نیست 6 صبح آمدیم نانم نخوردیم خودمون چایم نخوردیم متعرضم شهید گشت رفتیم دوگاکا در خانه بودن متعرضم شهید احتیاج میگردیم خودم در گرفت خویکای وضعیتی خانه خودم از خانه میلرزم در خانه اشتکاکا بود چیزی نبود گفتم بیا خودم توکل به خدا ببریم دندانای کلشون چی شده سیاه گشته چند بال میزنه درد میگیره خودم مریض هستم فشار بالا دارم پدر بچه بیکار است وظیفه نداره کار نداره متعرضم شهید میگرده دیگه خدا اگر دیدستان یک مشکل کرد یک کمک کرد 4 تا نان میبرم نبود نمیبرم از این در 6 صبح که برآمدیم یعنی میتو تنگ نانم نخوردیم خودم همین تو تین میشدم اگر پیش هم نانبایی والا رو مخواه کردم چطور کنم؟ من خود مادر هستم دلم میسوزه اشتباه گریه کنه خانوک بخوره میم خیلی دیگه برای ما خدا روشنی کنه اگه یک چیز دستم بیارم بخشتان بخورم امیال جراب نبود همین دکای پنجه مرا یخ گرفتن بود خدا من می تمام وجودم میلرزه از یخی خانه زحمت به خاطر چی میکشید؟ خاطرم طفلکای خود او مستم پاک هستن او از ما خوراک پوشاک کار دارن دیگه چطور ما میلشم کنیم اگر کارگر داشته باشیم کار کنن نام پیدا شد چی کنیم بگردیم تو سر آدم شهید یک روز هوای سرد به خاطر 4 دانه نان خودت برآمدی اگر می‌بودی رو به هوای سرد نبرآمدی میشتم بشم فلکای خود در خانه میشتم یا مقدار یا خشک میخوردیم نان خشک باشه حتی یک گلاس چای تلخ که جنده جوش میکنیم میخورم وقتی که بود نباشه چطور کنیم از خطرها خدا نگاهتان کنه مادر جانی را بگو که کدام شب طفلکای گشنه خوابیده این نان اگر پیش نان باید چند تا نتن گشنه هستن دیگه
با چقدر سخت بوده برای خودت که میشه که گفتن نان؟ میاله برای من سخت تموم نمیشه که من اینجا یک ششتیم دست پای من لرزه گرفته از یخی خونه میلرزم فشار بالا دارم سخت تمام نمیشه. بعد بچه عملیات بود عملیات شد گریان میکردم آواز منداختم گریان میکردم دوستگاه خودم میگفتم خیر بچه چای نان تلخ بخوری خیر پدرتان جور شد براتان پیدا میکنه. پدر از اکثر پایش جور شد کار غریبی گم شد کار نیست غریبی نیست دکارو چی کسی ما چیزی نمیپرده که برای یک درپه بتنش از چی پیدا شد. مجبور هستیم چون طفل خود میبینیم میگیم چطور ببینیم بیا برای دیگه توکل به الله یک مسلمان رحمش میشه دلش میسوزه یک کمک شد یک دو تا نان پیدا شد. خدا کسشان خوبی کنه رحم خدا سرشان شد دعا کردم ما کمک کن خدا وار از خطرها نگاه کنه الله نگهدارشان باشه. خیلی ببینم دو تا روز برف و باران دو تا اولاد مرا گرم ساختن آرام ساختن خیلی ببینم ما دعا در پشتشان میکنیم سالا بشینیم سر جای نماز خود دعا میکنیم برشان که خدا نگاهشان کنه او که ما کمک کرد ما را از این حالت احتیاجی ازم شهیدی کشید ما او را میبرم. نه پدر از کجا ببرم نه از کجا ببرم کی برام میگره ببرم ماد ندارم چیز روغن ندارم هیچ چیز ندارم یعنی یک نانک چای پیش نان بایی میبرم یک گلاسک چای میخورم. آرزوی می دارم که اشتکاکای ما آرام شدن از احتیاجی ازم شهیدی برای یک خانه پیدا کنیم یک لقمه نان پیدا کنیم اشتکاکای ما درس بخوانن قرآن شریف بخوانن مکتب برن مسجد برن. از توان بیچارگی کتاب خریدن میتونم قلم خریدن میتونم کلش به سر نرش مونده یک گوجی یک کارت که ببرم خوشوقت میشم میگه که میخوریم یک چند روز که اولادای خود دو تا روز از خانه خود مبراییم هم نمیبریم نداریم که مبراییم کی که ما کمک میکنه کی برای ما میکنه یک موتر خالی استاد نمیکنه میگه این گدایگر است ما با این موتر استاد کنم پیسه نمیتر پیاده میریم هر جا یک میگردم منم تو یک پیاده. ما قسم میخورم که ما گوشت نخریدیم گوشت نمیخوریم تخم مرغ نمیخوریم از چی بخوریم بیادر دخترک که ما یک خورد میبینه که همسایه ما یا ایورمشان یک چیز خوبش میخورن یا کسی میگه مادر فلانی صبحانه میخوره بچم شما دعا کنید صبحانه چی شما رو بخورید هر وقت ما نان خالی میخوریم چطور کنیم ای بیادر خیلی ببینی خدا وسیله سازتان شد در تو روز اشتکای مرا خریده اشتکمش کمکشان سیر کرده خیلی ببینی از این خطرها خدا نگاهتان کنه. ما بردم شهید احتیاج پشت یک لقمه نان میگشتم سرگردان که یک تتک نان در نانبایی پیدا کنم یعنی یک 20 روز اگه یک مشتککای ما آرام کرد سر جای نماز میشینم نماز خدا میخوانم براتان دعا میکنم که از این روز برف و باران و یخی خنک به این تردم شهیدی مجبور مبرایم از خانه به خاطر اولاد شیرین است اولادای ما احتیاج کردن شهید بود خدا شما که شما خوبی کنه میگه که برشان میخورن سر جای نماز سر دسترخوان بیادتان به خدا با شما دعا میکنم خیر ببینی خدا کدتان خوبی کنه خیر ببینی که از این تو درجه در روز یخ باران که ما برآمدیم سرگردان اردم شهید میگشتم که یک تنان کسی میتیانه اینا بیغم شدن یک نوع کمی را میخورن تا وقت باز خدا مهربان است خدا وسیله سازشان الله شد خدا نگاهشان. پیاز است لوبیا است بوره است چای است روغن است مایه ظرفی است مکرمی است برنج است لای خیر ببینی الله خدا دار است
دیگه شولایی است خب؟ اینیش شولایی این برنجک شولایی است. خیر ببینه خدا کتان خود بکنه. خیر ببینه خدا کتان خود بکنه. خیر ببینه این دیگه از دشتکای من از زندگیشان خریده که یک ماه کمی کار بخورن دوایتان کنن. خودم مردم شهید در عملیاتی ناجور دندانای بدر عملیاتی هستم. امیال خودم پدر بچیم گفتم نه بچیم دیگه من میبرم میرم برطانیه. من یک چیزی پیدا میکنم میگرم خدا میره. خدا که شما را وسیله ساز رسان سرای ما آمده. شما که ما کمک کرده خدا که شما کمک کنه. خب هموطنان عزیز، ما طرف چپخانه روان بودم به خاطر گردنم. قسم قبلا هم گفتم حادثه کرده بودیم. مادر جان که ما سر خورد دیگه امو اس انسانی انسان قبول نمیکنه که یک هموطنش دردش رنجش ببینه باز تیر خدا بیاره. به مو خاطر همکارای ما نبود و ما خودم تنها آمدم. امروز دوستایی که سوپرمارکت والاست یا کمره را کار میکنن خدا خیرشان بده. بیا بچیم تام پالی ما بیا تیز بیا. یک دوستای تا پدر وارد ماد میکنم. قربانت مادر بخیر باشی. نه خواهش میکنم مادر چی میگی تو؟ ما وظیفه ما است. ما انسان هستیم، افغان هستیم. با درد یکی دیگه باید در حال حالت بخوریم. خیر بگیری خدا تو اگر سر وقت ما رساند الله برسانه شما را خدا نگه. این مادر ما را سعی کده این حالت این جوان سعی کوی نوجوان به این چبلقا چرا بود نداری بچه؟ چرا؟ ندارم. پدرم مایی بس کار کرده نمیتونه، خریده نمیتونه. خودت امروز بر آمدی؟ چند کار کردی بچه؟ 40 رپا. این نوجوانی کودک ما را بی وقت درس و تحصیلش است یا آمده در این روز برفی به خاطر پیدا کردن نان به خاطر که پدرش معیوب است. ما کدام طرف بگیریم؟ خداوند سر کل ملت ما و شما رحم کن. از این بیچارگی و بدبختی خداوند پاک کل ما و شما. الهی آمین. این نانم دادن ما نخوردم گفتم میبرم این نخوردم میشه این خلطه اگر شما نبیده نبود میبرم نخوردم. بیا خداوند رحم کنه. چند نفر هستین در فامیل؟ 8 نفر است. خانه تان در کجا؟ پشت باغ بابا. چرا بچم تو دلکت پر کرده؟ پدرم مایی 3 سال میشه کار میکنه. 8 نفر باز کی کار میکنه؟ تنها تو؟ 3 سال میشه کار میکنم. پدرم مایی کار کرده نمیتونه. دمی 3 سال تو خرچ خانه را میبری؟ واقعا مشکل است. بیبی مادر هر طرف تو میبینی درد و رنج و غم است. حیران میمانی که چی کنی. خب پیسه سودای دکاندار را نمیفهمم که چی میشه. از طرف بانو نسیمه از کانادا 11,000 افغانی روان کردن. 3 4 5 6 این 6,000 تو بگی مادر جان. 5,000 ای بچگه کمیتیم. واقعا دلکم درد کرد برش. ایره بچم دم جیبت میکنی میری طرف خانه دیگه کس از پیشت نگیره. خب خیر بینی کاکا خانه تا هر کس پیسه روان کنه خانه شابه خدا خیر بتیشه. خدا از غم و رنج بچه هم کمی رفتی همی هفته شد میری برات بوتم میخری جمپرم که باز ما دیگر روز اینجا آمدم دیدمت اگر در پایت بود نبود یا کالای صحیح نبود باز جزا میتونم. صحیح است؟ آفرین مادر جان. این پیسه نقد از طرف خانه بانو نسیمه بود. 11,000 از کانادا روان کرده بود. 6,000 تو را دادم. 5,000 تفلک که وام پدرش بیچاره میگه معیوب است. 3 سال بیچاره. و این سودا را میگیم که از طرف کی خریداری شده. خب دوستای عزیز هموطنای عزیز سپاسگزار هستیم از شما که همیشه کمک میکنین برای هموطنای عزیزتان. برای مادر هم اگر کدام کمک داشتین باز ما شماره برش دادیم
بر ما صبح دیگه صبح زنگ بزنه، باز میم خانهشان میبینیم. اگر کسی کمک داشت باز ما در خدمتش هستیم. خدا کرده تا خود با عزت باشید. الهی از خطرها خدا نگاهتان کنه، کامیاب دنیا سرفراز باشید. سلامت باشیم. شما مرضی احتیاجی از شهیدی کشیده شما رو خدا نگاه کنه. سلامت باشی مادر. این روز برفی را بیبی یک مادر باید در کنار اولادای خود باشه و از ناچاری برآمده و این تفلک نازنین بیبی از این که دم ساتری و مستی خود باشه آمده که به خاطر 8 نفر خانواده خود یک 4 تا نان پیدا کنه. بیا دعا میکنیم پروردگار همین کسایی که کمک میکنه خدا خیر نصیبش کنه، خداوند پاک از این بدبختی و بیچارگی کل ما را خلاص کنه و یک سنگ خیر در وطن بانه که ارزانی آرامی و کار و بار پیدا شود که دیگه طفلای ما جوانای ما سرگردان ملکای بیگانه نشه و کسایی که مسافر هم از وطن وضعیتش خوب شود که دوباره بیاین. خداوند پاک با برکت می رحمت که میباره این خیر و رحمت بر ما بگردانه که تمام هموطنای ما دوباره با وطن خود بیاین. آمین یا رب العالمین. ما سپاسگزاریم از بانو نسیمه که از کانادا مبلغ 11,000 افغانی را و عیسی جان که از جرمنی مبلغ 10,200 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که مبلغ 9,850 افغانی را مواد غذایی به خانواده این خانم خریداری کرده، مبلغ 300 افغانی هم کرایه تاکسی پرداخت گردید و مبلغ 11,000 افغانی هم نقداً به یک نوجوان نیازمند و این خانم برای رفع نیازهای خانواده هایشان پرداخت کردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.